سلام دوستان عزیز، خیلی 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 خوش اومدید به دومین ویدیوی بلند ما. امروز میخوایم راجع به یه موضوع خیلی باحال حرف بزنیم براتون. این موضوع اینه که امروز میخوایم بهتون بگیم چرا از موجودات ترسناک میترسید، اصلا کلا چرا از موضوعهای ترسناک هیجان زده میشید و کلا چرا بعضی وقتا خیلی میترسید از اون موضوع ها. اگه میخواید که همه اینا رو تو این ویدیو ببینید، حتما این ویدیو رو لایک کنید. واقعا اگه لایک ها ببینیم که بالا میشه، حتما ویدیوهای بیشتری رو براتون میذاریم، قطعا و بدون شک. پس قبل شروع ویدیو حتما این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغل کانال رو فعال کنید و روی آل، یه گزینه داره روی اون آل قرارش بدید که فعال بشه و هر ویدیویی که میذاریم شما اولین نفری باشید که میاید میبینیدش. واقعا بچه ها، واقعا اگه ببینیم لایک های این ویدیو مثلا بالای 10 تا یا مثلا 20 تا میشه تو شروع کانال ماست، حتما ویدیوهای بیشتری رو براتون خواهیم گذاشت. اگه به موضوعات ترسناک علاقه دارید، ویدیو رو لایک کنید، خواهشاً لایک فراموش نشه. راستی بچه ها، اگه موضوعات ترسناک دوست دارید تو کامنت ها به هم بگی، تو کامنت ها مثلا بگی دوست داریم موضوعات ترسناک خیلی بیشتر بذارم و من براتون بیشتر میذارم. واقعا بچه ها ببخشید خیلی زیاد حرف زدم، ولی دیگه حرف نمیزنم و بدون وقفه برو بریم سراغ ویدیو. Let's go. برو بریم. یه سری فکت بهتون میگم. خب بریم سراغ فکت اول. خب فکت اول در این مورده که مثلا فرض کنید شما یه شب روی تخت خوابتون مثلا خوابیدید، دراز کشید، خوابیدید، ولی صبح رأس ساعت مثلا 7 و 8 صبح زود از خواب بیدار میشید. مطمئنم این قضیه برای همتون پیش اومده که صبح زود پاشید. این به این دلیله که یکی روی صندلی نشسته به شما خیره شده، کلاً بهتون زل زده. یه دلیل دیگه هم داره که یکی داره به شما نگاه میکنه و کلاً جاسوسیتون میکنه. این موضوع خیلی ترسناکه. یه دلیل دیگه هم داره ها. این دلیلش اینه که یکی اطراف اتاق یا کلاً اطراف خونتون وجود داره که میخواد از شما جاسوسی کنه، یا مثلا یه کارهای مخفی میکنه، میخواد از شما جاسوسی کنه. به خاطر اینه که صبح زود از پا بیدار میشید و یه سری تحقیقات انجام داده که بیشتر اونا ساعت 7 و 8 صبح انجام میشن. فکت دوم واقعا ترسناکه. یه سری موجودات هستن، کلن موجودات هستن که هممونم اونا رو میشناسیم. خب اون موجودات یه سریاشون به دو دسته تقسیم میشن. یه سریاشون یه موجودات تخیلی هن، یه سریاشون هم واقعا وجود دارن، یعنی واقعا دیده شده. مثل این عکسی که الان توی تصویر دارید مشاهده میکنید که عکس یه نفر نصف شب توی جاده. این موجود اصلا تا حالا دیده نشده رو دیده. خب این بود از موجوداتی که واقعا وجود دارد. بریم سراغ موجوداتی که تخیلی هستن و کلا وجود ندارن، توی تخیلات بیشتر پیش میاد. و بریم سراغ این موجودات تخیلی. اولین موجود تخیلی یه موجودیه به اسم اسلندرمن. اسلندرمن کیه؟ اسلندرمن یه شخصیه بسیار قد بلند. اسلندرمن بسیار قد بلند، قدش به بالای 2 متر میرسه و یه کت و شلوار سیاه پوشیده و صورتش هم اصلا مشخص نیست. یه سری ویژگی های دیگه هم براتون میگم. دیده شده که توی قسمت های از کشور آمریکای جنوبی این موجود بسیار ترسناک دیده شده به اسم اسلندرمن که شاید براتون جالب باشه. توی ماینکرافت هم ازش یه
کاراکتر ساختن به اسم اندرمن که فوق العاده جالبه، حتما دیدید همتون و صورتش هم مشخصه دیگه قطعا. و بریم سراغ موجود دوم. مثل اسلندرمن تخیلیه این موجودم که الان بهتون میگم، اینم واقعا تخیلیه. اسمش هست سایرن هید. سایرن هید الان ویژگیاشو براتون میگم، اسم انگلیسیش هم میگم، فارسیش هم میگم. اینه که الان میبینید توی تصویر. سایرن هید یا همون کله آژیری. کله آژیری ببینید اینطوریه که روی سرش دوتا آژیر داره و صداش هم خیلی بلند و آزاردهنده است و قد سایرن هید به بالای 11 متری میرسه. 11 متر. و برای همینه که میگم مثلا بیشتر تخیلی. آخه مگه میشه یکی 11 متر قدش باشه؟ اصلا نمیشه. 2 متر هم قد کمه خدایی، حالا 11. این بود از کله آژیری یا همون سایرن هید دیگه، که دیده شده توی یه سری از کشورهای مختلف، ولی من واقعا میگم این که فیکه، واقعا تخیلی. اصلا مگه میشه چطوری یه همچین موجودی وجود داشته باشه؟ و شما نظر بدید، شما توی کامنت ها بگید که مثلا تخیلی هن یا واقعی هن. تو کامنت ها بنویسید، واقعا منتظر کامنتاتون هستم بچه های عزیز. خب یه مبحث بعدی که قرار بهتون بگم و فوق العاده خفنه، یه موضوعیه که واقعا پشمای همتون میریزه. همین سایرن هید کله آژیری بود، الان با هم بررسی کردیم، دیدیم، ویژگیاش هم بهتون گفتم. یه فیلم ازش پیدا کردم، باورتون میشه که از سایرن هید فیلمش هم پیدا کردم بهتون نشون میدم. حالا این عکسشو که دیدید همتون، ولی یه فیلم فوق العاده خفن از توی یوتیوب گیر آوردم و بدون وقفه. برو بریم نشونتون. من دیگه هیچی نمیگم، برو خب بچه ها، این بود از این ویدیو و واقعا مطمئنم همتون پشماتون ریخته بچه ها. من این ویدیو رو براتون گفتم، یه سری فکت‌های ترسناک هم بهتون گفتم. واقعا ممنون میشم یه دکمه لایک رو فراموش نکنید. ما رو حتما سابسکرایب کنید، نظراتتون هم توی کامنت ها بنویسید.